دوشنبه میزبانی پرزیدنتان آسیای مرکزی می شود. واخوری سران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان خصوصیت مشورتی داشته بعد سال 2017 باری پنجم برگزار می شود. مقامات تاجیک تقویت مکالمه با اعتماد و رشد همکاری‌های منطقوی را از هدف‌های مهم این جلسه می‌نامند. با سبب تحولات جهانی هر ملاقات نو از جمله در آسیای مرکزی از پیشینه‌اش فرق می‌کند. در یک سال اخیر با سبب عملیات جنگی در اوکراین کشورهای آسیای مرکزی در روابط با غرب و هم خود روسیه یک حالت ناهنجاری دارند. قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان خود را زیر فشار آمریکا حس می‌کنند چون که از آنها رعایت تحریم‌های ضد روسیه را در قلمروهای خود تقاضا می‌کند. یک پیامدش تنش در روابط قزاقستان و قرقیزستان است. این مسئله ها باید محاکمه و برطرف شوند و همه اش در پس منظر تلاش های این کشورها در کسب موضع‌گیری عمومی نسبت به موقع روسیه در قبال اوکراین خواهد گذشت. این مسئله گویا یک سنجش خودشناسی امروزه کشورهای آسیای مرکزی است و هدف برگزاری واخوری مشورتی پنجگانه نیز همین است. کارشناسان باور دارند موضوع برای بررسی کم نیست، از مشکلات آب و انرژی تا همسایگی با طالبان افغانستان. ولی اختلاف هم هست و ظاهراً جدی ترینش سردی مناسبت‌های دو همسایه نزدیکترین تاجیکستان و قرقیزستان در پی مناقشه‌های مرزی پرقربانی در 2 سال گذشته. متاسفانه ما در متن تحولات سالهای اخیر آسیای مرکزی از جمله در درگیری‌های مسلحانه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان موضع‌گیری واحد و یگانه کشورهای منطقه را مشاهده نکردیم و امیدواریم که نشست دوشنبه و نشست‌های بعدی کشورهای آسیای مرکزی را به طرف تشکیل یک ساختار، یک سازمان منطقوی که بتواند آسیای مرکزی را به عنصر فاعل یا سوبیکت مناسبت‌های بین المللی تبدیل بدهد هدایت خواهد کرد. واقعا هم روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان در یک مرحله مرکب رشد قرار دارند، ولی تشکیل همین جلسه های بسیار جانبه امیدی را برای از بین بردن اختلاف ها فراهم آورده مکالمه میتواند در پیدا کردن راه حل ها مساعدت نماید. در اول تطبیق طرحهای اقتصادی و زیربنیادی میتواند کمک کند. ملاقات پنجگانه آسیای مرکزی در آستانه یک سفر مهمی دیگری برپا می شود. شریکان مهمی گیوستراتژی و اقتصادی روسیه و چین بار اول در تاریخ استقلالیتشان در نیویورک با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن دیدار خواهند کرد. معلوم نیست که آیا بایدن در تلاش از شرکت در طرحهای چین به طرف خود مایل کردن پنجگانه آسیای مرکزی هست یا نه، ولی معلوم است که آمریکایی ها تلاش خواهند کرد که آسیای مرکزی را به مدار همکاری های اولین درجه با غرب جلب کنند. جهان امروزه گویا همینگونه بر اساس اختلاف های چین و آمریکا سازمان یافته است. دوم اینکه کشورهای آسیای مرکزی باید در نزد بایدن موقعشان را در رابطه با عملیات حربی روسیه در اوکراین بیشتر معلوم کنند. این موضوع از لحاظ رعایت تحریم‌های ضد روسی یک چیزی طبیعی است. یعنی پنجگانه در یک حالت نچندان ساده قرار دارد چون که مشکل دیگر باز شرح موقع خود در نزد مسکو هم خواهد بود. یعنی وضعیت چندان ساده نیست. ولی عین زمان اکثر هم صحبتان رادیوی آزادی به این نظرند که آمادگی کشورهای منطقه به ادامه مکالمه‌های سیاسی هر ساله میتواند قدمی مثبتی برای پیشگیری کردن از اختلافات و هم موضع‌گیری مشترک در پیش چالش‌های آینده گردد اگر چنین اراده صمیمی باشد.